ژوئن سال 2019 بود که رسانه‌ها خبری جدید درباره یک موسیقیدان مشهور منتشر کردند. این خبر به آهنگساز آلمانی لودویگ بتهوون مربوط می‌شد. البته نه سمفونی تازه‌ای از او پیدا شده بود، نه بحث شخصیت پررمز و رازش در میان بود. این خبر عجیب درباره موی بتهوون بود. It was very exciting to be that close. That was something off Beethoven himself. An unusual experience, difficult to explain to people who are not in medicine or who find it ghoulish, but it was almost a mystical, religious experience. سال 1826 این موسیقیدان مشهور به خواست دوستش آنتوان هالم چند تار مویش را برید و به او داد. این چند تار مو برای 190 سال در اختیار نوادگان هالم قرار داشت تا اینکه تصمیم به فروش آن گرفته شد. حراجی ساتبی لندن هم قیمت پایه 15,000 پوند را برای موی بتهوون در نظر گرفته بود تا تکلیف این گنجینه خانوادگی پس از 2 قرن روشن شود. البته انتشار این خبر یک حاشیه دیگر هم داشت. انگار موی افراد گاهی بیشتر از خودشان مشهور میشد. مسئله‌ای که پیش از فروخته شدن موهای بتهوون هم مطرح شده بود. آن هم به بهانه موهای دونالد ترامپ که می‌خواست در انتخابات شرکت کند. آن روزها موهای او سوژه داغی برای کاربران اینترنت و حتی برنامه‌های تلویزیونی محسوب می‌شد. Can I mess your hair up? The answer is yes, but the people in New Hampshire, where I'm going to be in about an hour from now, I hope they're going to understand. You say it? Go ahead with my hairspray. موهای ترامپ پس از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور هم حاشیه ساز بود. گاهی درباره زشتی و زیبایی آن صحبت می‌شد و گاهی درباره تقلید از او در آرایش موی سر. گاهی هم شیوه اصلاح عجیب یک آرایشگر تایوانی به صدر اخبار می‌رسید. البته کمی بعد موهای ترامپ مسائل جدی‌تری هم به وجود آورد. او در یک مصاحبه از فشار کم شیرهای آب در آمریکا انتقاد کرد. ترامپ گفته بود با این فشار پایین نمیتواند موهایش را درست و حسابی تمیز کند. برای همین هم بود که وزارت انرژی آمریکا تصمیم گرفت سیستم آبرسانی شهری این کشور را بازنگری کند. More than 130,000 gallons of bunker oil gushed into the Panay Gulf. In an attempt to contain the spill, locals turned to an unconventional method. These freaky-looking sausage things aren't all filled with synthetic materials fabricated in a lab. It's also organic stuff you can find on most continents and probably in your shower drain. It's human hair. تأثیر مو فقط در سیستم آبرسانی نبود. وقتی روزانه 5,000 بشکه نفت وارد خلیج مکزیک میشد، باز هم بحث مو به میان آمد. از آرایشگران آن نواحی خواسته شده بود هرچه موی اضافی دارند فوراً ارسال کنند. موهایی که بهترین مواد برای جذب مشتقات نفتی و نجات محیط زیست بودند. Pourquoi les cheveux et les poils animaux? C'est parce qu'ils ont un pouvoir d'absorption qui est assez extraordinaire. En fait, le cheveu et les poils animaliers naturels et sont hydrophobiques. Ils n'aiment pas l'eau, mais ils adorent l'huile. Donc, 1 kilo de cheveux poils naturels d'animaux peut absorber 8 litres d'huile. به
به غیر از محیط زیست، تأثیر مو در سیاست هم مشهود است. از جنجال کاشت مو توسط سیلویو برلوسکونی تا تراشیدن موی یکی از سیاستمداران کره جنوبی در اعتراض به دولت. گاهی هم اخبار سیاسی با نامرتب بودن موهای بوریس جانسون یا مدل موی مشهور سیاه پوستان ترکیب می شود. طی مبارزات مدنی دهه 60 میلادی در آمریکا، سیاه‌پوستان یک نماد مهم داشتند که همه جا همراهشان بود. مدل موی آفرو در آن سالها یک مد ساده نبود، بلکه پیام سیاسی داشت. پیامی علیه نژاد پرستی، استعمار و تبعیض. انبوه خبرهایی با این مضمون دست کم یک مسئله را ثابت می‌کنند. مویی که روی سرمان وجود دارد مهمتر از آن چیزی است که فکرش را می‌کنیم. مسئله مهم و حیاتی به قدمت تاریخ بشر. مسئله‌ای که مستقیماً به مفهوم زشتی و زیبایی مربوط می‌شود. برای مصریان باستان آرایش مو کار مهمی به حساب می آمد. استفاده از موی مصنوعی، داروهای گیاهی و رنگ کردن کارهای مرسوم بود که در آثار به جا مانده از مصر قابل ردیابی است. البته در کاوش مقبره‌ها انواع شانه، سنجاق و وسایل زیبایی مو هم پیدا شده. وسایلی با هدف حفظ آراستگی در جهان مردگان. She also had a long crimped wig of dark brown wavy hair which would have made her look really, really beautiful. مو در ایران باستان و امپراتوری روم هم از اهمیت بالایی برخوردار بود. گاهی داشتن موی بلند نشانه مقام بالا و گاهی موی کوتاه دلیلی برای جنگاوری محسوب می‌شد. تاریخ تاکید می‌کند مو یکی از مهمترین پدیده‌ها برای انسان بوده است. پدیده‌ای که از نخستین لحظه تولد تا دم مرگ با آن درگیر هستیم. اغلب حجم موی نوزادان محل بحث خانواده هاست و سرعت رشد آن در نوجوانی موضوعی جالب برای گفتگو. در واقع رنگ، جنس و نحوه رشد مو مستقیما به هویت ما الصاق شده. حتی ایستادن روبروی آینه و نگاه کردن به موها بخش مهمی از احساسات ما را شکل می‌دهد. But more importantly, when we look at ourselves in a mirror and we find these different aspects of ourselves, when we change it, we can think about it and think, who is this who I want to be? Right? Think about it. You go to the hairdresser, you sit in a chair, you look through a book, and then you change. You change your identity, you change your perception. And that's what I did too. علاوه بر این در فرهنگ‌های مختلف هم تلقی‌های متفاوتی درباره مو وجود دارد. حتی امروز هم رنگ مو، بلندی و کوتاهی و آرایش آن نشانه‌ای برای تفاوت کشورهاست. در شرق آسیا کمتر کسی با موی بلند زندگی می‌کند، در حالی که کمی آن سوتر در هند مردم موی بلند را ترجیح می‌دهند. ساکنان اروپا و آمریکای شمالی با رنگ موی خاص خودشان شناخته می‌شوند و اهالی آمریکای جنوبی با آرایش مخصوص به خود. عقاید و مذاهب هم در فرهنگ نگهداری از مو مؤثر بودند. زنان مسلمان با اهداف دینی موهای خود را می‌پوشانند و سیک‌های هندی به نگهداری تمام وقت آن معتقدند. به عقیده پیروان این آیین موی بلند نماد قداست و قدرت معنوی است و اصلاح کردن آن ممنوع است. یک سیک باید موهایش را به وسیله پوششی منحصر به فرد جمع کرده و البته همیشه یک شانه چوبی هم همراه داشته باشد. برخی
از یهودیان هم به آرایش خاص موهایشان شناخته می‌شوند. و سرخپوستان در آرایش و تزیین مو سابقه زیادی دارند. Throughout our life, we try to change our identity. We try to find out who we are. We try to shape it and change it. And for me, one way of doing that was through my hair. So we try to portray a certain message with hair. Think about someone with dreadlocks. We immediately feel that we know something about that person. Or think about an angel. What color hair does an angel have? Hair has different meaning. And because of that, hair has been used to oppress people. مسائل اجتماعی و فرهنگی درباره مو ابعاد عجیب تری هم پیدا کرده است. اغلب زنان برای بلندی و کوتاهی و رنگ موهایشان وقت صرف می کنند و اغلب مردان برای مشکل ریزش مو. تغییر مدل، جلوگیری از سفید شدن و تقویت موها بخش دیگری از این دغدغه هاست. دغدغه هایی که گاهی به دلیل افسردگی و اضطراب به وجود می آیند. صنعت سینما، صنعت مد و صنعت تبلیغات هم در به وجود آوردن این دغدغه ها بی تأثیر نبودند. مردم عادی با نگاه کردن به موی بازیگران و افراد مشهور همواره توهمی از بی‌نقص بودن را تجربه می کنند. توهمی که موجب می شود انسان‌ها برای بی‌نقص به نظر رسیدن هر کاری انجام دهند. البته برای رفع این نیاز کم و بیش کاذب، کسب و کارهایی با گردش مالی عجیب هم به وجود آمده. بازاری گسترده با زوایای پنهان و باور نکردنی. بازاری که روی تک تک تارهای موی شما حساب باز کرده. ریزش مو برای مردان و حجم آن برای زنان یک موضوع مهم است. معمولاً این دو مورد هم در پیدا کردن همسر و هم در یافتن شغل دردسرساز خواهند شد. برای مثال، یک مرد تاس باید وقت بیشتری برای پیدا کردن همسر صرف کند. دغدغه کاهش رشد مو هم برای زنان مسئله جدی است، چون با هویت آنها گره خورده. البته سال‌هاست برای حل این مشکل راه حل‌هایی پیش بینی شده. استفاده از موی مصنوعی یا پیوند موی جدید بازار پر رونق سال‌های اخیر بوده است. بازاری که برای بقا به موی انسان‌ها نیاز مبرم دارد. نیازی که از قرون 18 و 19 به وجود آمد. در آن سالها روستاییان اروپایی با فروختن موهایشان بخشی از هزینه‌های زندگی را تأمین می‌کردند. دوره‌گردها هم در ازای وسایل تزئینی موی دختران را می‌خریدند تا کلاهگیس درست کنند. از آن سو ثروتمندان و صاحب منصبان هم تا می‌توانستند مویشان را بلند می‌کردند تا شأن اجتماعیشان حفظ شود. امروزه هم کم و بیش وضع مثل سابق است. برای زنان اکستنشن مو و برای مردان داروهای رفع تاسی یا کلاهگیس وجود دارد. دو موردی که به عنوان پایه‌های کسب و کارهای مرتبط با مو شناخته می‌شوند و حواشی جالبی هم پیدا کردند. سال 2017 بود که اخبار عجیبی از شمال هند به گوش رسید. گزارش‌هایی درباره سرقت از زنان ایالت هاریانا و راجستان. Crime alert, and this one is tough to watch. An armed man targets a woman, yanking her by the hair. It happened right in front of her own home and in broad daylight. البته این یک سرقت معمولی نبود. زنان قربانی ابتدا در کسری از ثانیه بیهوش شده و بعد از به هوش آمدن متوجه موضوع عجیبی می شدند. موی آنها بریده و به سرقت رفته بود.
هرچند آن سارقان هیچگاه دستگیر نشدند، اما هدفشان کم و بیش مشخص بود. موهای سرقتی مستقیما به دلال‌ها فروخته می‌شد تا سر از کارخانه‌های مرتبط با محصولات آرایشی در بیاورد. سرقت موی زنان هندی موضوع عجیبی به حساب می‌آید، اما تنها خبر مرتبط با صنعت مو در این کشور پهناور نیست. Two times I've done hair tonsuring. It was for a devotion. I had a prayer for my family as well as for a business prosperity. So that is why I've given my hair to the God. با سر زدن به برخی معابد هند میتوان به حقایق بیشتری درباره این بازار گسترده پی برد. معبد تیرامالا یکی از این مکان هاست. جایی که سالانه پذیرای هزاران هندی است تا موی سرشان را اصلاح کنند. پیروان آیین هندو حداقل یک بار در طول زندگی موهایشان را از ته می‌تراشند. در حقیقت زائران هندی با هدف تقدیم مویشان به الهه معبد یعنی ونکاتسوارا به اینجا می‌آیند. تیم آرایشگران معبد بالغ بر 650 نفر است که هر روز به صورت تمام وقت کار می‌کنند. تخمین زده می‌شود 25,000 نفر در روز سرشان را اصلاح می‌کنند. حاصل این کار سخت روزانه 1 تن موی انسان است که توسط کارکنان بسته‌بندی و جهت فروش آماده می‌شود. درآمد سالیانه معبد از فروش این موها چیزی در حدود 5.6 میلیون دلار است که برای مخارج این مکان مذهبی هزینه خواهد شد. اما سوال اینجاست که مسئولان معبد این حجم از مو را به چه کسانی می‌فروشند؟ بخش زیادی از محموله معبد راهی چین می‌شود. هدف کمپانی‌های چینی از این خرید تولید انبوه کلاهگیس یا اکستنشن موست. اکستنشن مو مجموعه‌ای از موهای طبیعی یا مصنوعی است که برای پیوند به موهای واقعی استفاده می‌شود. مشتریان ثابت اکستنشن افرادی با حجم موی کم هستند که می‌خواهند به وسیله این پیوند زیباتر و جوانتر به نظر برسند. مشتریانی پروپا قرص که هر روز به ارزش این بازار اضافه می‌کنند. ارزش بازار اکستنشن مو فقط در سال 2017 2.7 میلیارد دلار برآورد شده. پیش‌بینی‌ها هم تأکید می‌کنند تا 10 سال دیگر ارزش آن به 7 میلیارد دلار خواهد رسید. پیدا کردن بازارهای جدید و افزایش تقاضا هدف اول و آخر صاحبان این صنعت است. هدفی که با تلاش شبانه روزی سلبریتی‌ها در شبکه‌های اجتماعی محقق می‌شود. افراد مشهوری که هم در تبلیغ و هم در تولید اکستنشن مو فعالیت دارند. برخی از آنان خط تولید مخصوص به خودشان را دارند و محصولاتشان با رنگ و لعابی جذاب و با برند شخصیشان به فروش می‌رسند. البته با کمی دقت می‌شود فهمید مواد اولیه این کالاها از کجا تأمین شده است. به غیر از هند، دیگر کشورهای شرق آسیا هم تأمین کننده اصلی موی جهان به حساب می‌آیند. In a village in central China, Wan Shuhua is having a haircut, one she's being paid for, $115 to sell her hair. I feel quite emotional, but I've got other priorities now. I've got grandchildren. The lady collecting her hair does about 500 cuts a year, travelling the countryside to find women and girls willing to sell. This isn't the first time that Wan Shuhua has had her hair cut off, but the last time she sold her hair was almost 2 decades ago. It's taken that long to get this long again. محموله ها از میانمار، ویتنام و بنگلادش به کارخانه‌های چینی میرسند تا اندکی بعد کار اصلی روی آنها شروع شود. در ابتدا موها بیرنگ و دسته‌بندی شده و بعد وارد مرحله رنگ‌آمیزی می‌شوند.
فر دادن، تاب دادن یا صاف کردن هم از دیگر مراحل این خط تولید است. سپس بخشی از موها به صورت کلاهگیس بسته‌بندی می‌شوند و برخی دیگر در قالب اکستنشن. حالا دیگر چین را به عنوان بزرگترین صادرکننده این محصولات می‌شناسند. حتی برخی شهرهای این کشور مثل شوچانگ به دلیل وجود این کارخانه‌ها به شهر مو معروف شدند. Around the town of Taihe, hair processing employs 100,000 people. 700 work in this factory alone. Using hair from 500,000 women and girls, they make 1.5 million hair extensions a year. Sometimes I think, the hair is so long. I wonder how many years it took to grow this long. The hair extensions are exported to salons like this one in Sydney, Australia. The salon, Hair by Ash, does about 10 extensions a week. مقصد این تولیدات عجیب و غریب هم جایی نیست جز کشورهای غربی. فروشگاه‌های پاریس، لندن و نیویورک مملو از کلاهگیس‌ها و اکستنشن‌های متنوع موست که مستقیماً از چین آمدند. محصولاتی با ظاهر فریبنده و قیمت‌های گزاف. یک کلاهگیس فر در لندن شاید بسته‌بندی جالبی داشته باشد، اما در واقع موی یک مرد سالخورده هندی است که به معبد اهدا شده. For Win T. Thuy, it's a promise of a better future. Gia đình khó khăn rồi kiếm thêm chút đỉnh tiền để xoay sở trong gia đình. Will you miss your long hair? Rất là nhớ mái tóc này lắm. Nó rất đẹp, mượt. Coi như là mái tóc này là một lát nữa cắt đi là mình rất là buồn. Không biết mình nghĩ cái mái tóc ngắn mình như thế nào nữa. Tóc này là cũng nhiều người họ đến hỏi lắm rồi nhưng mà không bán, trả rất là thấp. Because for the previous times they only offer about $2 or $3 for her hair. That's like actually criminal. Cái chú này đến hỏi là trả giá cao cho nên đồng ý bán. It hits home that the hair trade starts with women like Thuy. Behind many of these wigs and extensions is a woman making the tough choice to sell her hair to better her life. Dan zip ties Thuy's hair to avoid tangling and to keep it all in the same direction after it's been cut. It looks beautiful. I think you look beautiful. You look young and fresh and really pretty. Will you tell her that? Này nói cắt tóc xong tóc cô nhìn rất là trẻ trung, dễ thương hơn. Dude, yeah. How are you feeling? Cô cảm giác sao bây giờ sao rồi? Thì cũng rất thích. Dan paid Thuy a little over $100. The money is more than a month's worth of living expenses for her entire family. البته با بالا رفتن تقاضا، صنعت مو ابعادی تاریک هم پیدا کرده. بخشی از موهایی که به کارخانه‌های چینی میرسند، نه حاصل کار معابد هستند و نه سارقان هندی. این موها توسط زنان کشورهای شرق آسیا به دلیل فقر فروخته میشوند. قیمت خرید این موها اغلب بسیار ناچیز است و بخش اعظم سود آن در نهایت نصیب شرکت‌های چینی خواهد شد. علاوه بر این نباید به نوشته درج شده روی محصول نهایی چندان اعتماد کرد. یک کلاهگیس یا اکستنشن ممکن است تلفیقی از موی چندین و چند نفر باشد. خالص بودن و یا حتی طبیعی بودن آنها موضوعی است که تنها با میکروسکوپ‌های حرفه‌ای قابل تایید است. پیچیده بودن تشخیص کالای اصل
هم کار را برای خریداران سخت کرده و هم باعث شده شرکت‌های تولید کننده به سوء استفاده از مشتریان مشغول شوند. تقلب در این بازار آشفته حتی ممکن است وسیع‌تر هم باشد. مویی که در بازار به نام بلوند روسی طبیعی فروخته می شود، به احتمال زیاد ترکیبی از موی زنی ویتنامی و موی مصنوعی با رنگ‌های شیمیایی است. محل تأمین مواد اولیه این شرکت‌ها یک راز بزرگ محسوب می شود. رازی که به هیچ عنوان رنگ و بویی از قانون در آن وجود ندارد. برخی معتقدند منشأ کلاهگیس‌ها و اکستنشن‌های موجود در بازار فراتر از یک تقلب ساده است. فکر می‌کنید موهایی که در آرایشگاه روی زمین ریخته می‌شود چه سرنوشتی پیدا می‌کنند؟ موهای پیدا شده در فاضلاب چطور؟ شاید از نظر ما آنها زباله به نظر برسند، اما دلالان صنعت مو طور دیگری فکر می‌کنند. در حقیقت بخش قابل توجهی از تولیدات خوشرنگ و لعاب این صنعت از آرایشگاه‌ها و کانال‌های فاضلاب تامین می‌شود. هرچند که بعید است فروشندگان حقیقت را به خریداران بگویند. روی دیگر این صنعت هم مثل همیشه اوضاع اسفناک کارگران آن است. کارگرانی که با دستمزد پایین بدون بیمه و در شرایطی نامناسب ساعتها با مواد شیمیایی و موهای غیر بهداشتی سر و کار دارند. وظیفه آنها تولید بیشتر در مدت زمان کمتر است. After testing, the hair is then sewn onto muslin fabric to keep the strands in root to end alignment and organized through the production processes. The next step is depigmentation. This is a patented osmosis process for removing the hair's original color without the use of damaging bleach or ammonia derivatives. In this great lengths exclusive process, the hair's color is lifted only as much as is required for depositing its new color. با این حال تولید کلاهگیس و اکستنشن فقط بخشی از صنعت مو هستند. بخش دیگر داروهای ضد ریزش موست که مردان جوان و میان سال مشتری ثابت آن محسوب می‌شوند. تاسی پدیده‌ای فراگیر است که منشأ دقیق آن چندان مشخص نیست. گاهی از استرس و رژیم غذایی به عنوان علت یاد می‌شود و گاهی از ژنتیک. هرچه که باشد، تاسی جزء معدود مواردی است که می‌تواند مستقیماً به سرخوردگی و افسردگی ختم شود. It controlled my life. I was always worried about it. I was always thinking about it. It definitely made me feel really ashamed of how I looked for sure. I'm Chris, I'm 29 and I started losing my hair at 20. When my hair first started thinning, the hairline had moved way back of my head. It was kind of just rapidly going instantly. I couldn't handle the thought of someone looking at my hair or touching my hair because of how bad it looked, and I was so ashamed of it. I was super young, thinking I'm 21, I should have a head full of hair, you know? I remember being just so upset. There was never any really clear answers of why. Doctors were just kind of saying that it was either hereditary or it can just happen. Most of the options had a lot of side effects. You know, the medication made me really worried that if I was to take it, is it worth the hair growth? You know, the hair transplant isn't 100% guaranteed that it can stay forever. The best result we got was a hair growth cream. عقب رفتن تدریجی موها در مردان با کم شدن اعتماد به نفس رابطه مستقیمی دارد و هیزمی برای صنعت درمان تاسی است. ارزش این صنعت در حال حاضر 4 میلیارد دلار برآورد شده که شامل داروها، شامپوها و اعمال جراحی است. حقیقت این است که درمان‌های مبتنی بر سلول‌های بنیادی هم تاکنون نتایج چندان مثبتی به همراه نداشته.
هرچند که سازمان غذا و داروی آمریکا اخیراً 2 روش درمان را تایید کرده است. یک داروی روزانه و یک محلول موضعی. محلول موضعی در برخی موارد با افزایش جریان خون به رشد مو کمک می‌کند، اما داروی دیگر شرایط خاص خودش را دارد. این دارو تأثیر متوسط روی رشد مو دارد، اما در عوض می‌تواند از ریزش موهای باقی مانده جلوگیری کند. البته یک بار استفاده از این دارو مساوی با مصرف مادام العمر آن است. چون اگر مصرف آن را قطع کنید، همه موهای باقی مانده تان هم ظرف چند ماه خواهد ریخت. Davis doesn't want us to use his real name because he started suffering from sexual problems. His wife asked him what was wrong. Davis didn't know. He visited a number of therapists and medical specialists. این دارو در بعضی موارد نتایج فاجعه باری هم به بار آورده. اختلال دائم عملکرد جنسی عارضه‌ای است که برخی مصرف کنندگان از آن شکایت کردند. My endocrine system crashed. My hormones were so far out of whack that it was causing erratic behaviors and erratic thoughts and uncontrollable emotions and crying and curled up on the couch for weeks, months. با این وجود تبلیغات سرسام‌آور درباره درمان تاسی روز به روز بیشتر می شود. این تبلیغات تقریباً همه جا حضور دارند و قرار است مشتریان را به تنفر از ریزش مو تشویق کنند. برندها، مؤسسات و کلینیک‌های ضد تاسی به طور مداوم درباره زیباتر شدن صحبت می کنند. چاشنی این صحبت‌ها هم نمایش تصاویر افراد بدون مو با ظاهری خسته، افسرده و نامرتب است. دست گذاشتن روی احساسات مخاطبان محور این تبلیغات هستند. و وعده زیبایی و برگشتن به روزهای خوب جوانی شعار آنها. شعارهایی که به پر کردن جیب تبلیغ کنندگان کمک کرده، اما در موارد اندکی به رشد دائمی و پایدار مو ختم شده. This is a subject that's close to my heart. We're about to talk about going bald. The fellas, this is for you. Now, a lot of you are millennials in here, you ain't nowhere close to it. But it's coming. Not for all of you, but some of you are gonna face it. You gotta accept it when it comes. Going bald is not something you should try to fight, because it's a fight that you can't win. در این مورد حتی کار چندان زیادی هم از دست سلبریتی ها ساخته نیست. بازیگران تاس و بدون مو هرچند محبوب و مشهورند، اما کمتر کسی است که بخواهد شبیه آنها باشد. تأثیر اندک در رشد مو و عوارض جانبی از مضرات اصلی داروهای ضد تاسی به حساب می آید. میگرن، حساسیت پوستی و البته ریزش بیشتر مو هم از معایب اکستنشن است. اما رسانه‌ها درباره این مضرات کمتر حرف می‌زنند. مشخص نیست چرا برای فرار از ریزش مو باید سراغ راهی رفت که موهای باقی مانده را هم از بین میبرد. مشخص نیست چرا کسی درباره اعتیاد روانی به اکستنشن و داروی ضد تاسی صحبت نمی کند. مشخص نیست چرا صنعت مو اصرار دارد مفهوم زشتی و زیبایی را از زاویه دید خودش تعریف کند. تلقی غالب درباره زیبایی و زشتی سالهاست که توسط رسانه‌ها القا می‌شود. مفاهیمی پیچیده که با رجوع به تاریخ در واقع معنای دیگری پیدا می‌کنند.
تاریخی نشان می‌دهند آرایش چهره و نوع لباس پوشیدن انسان‌ها امری اعتباری و مربوط به زمان است. مدل مو یا لباسی که امروزه زشت به حساب می‌آید، در روزگاری نچندان دور زیبا محسوب می‌شده. مسئله‌ای که به احتمال زیاد برای زمانه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم هم پیش خواهد آمد. رجوع به آلبوم عکس‌های خانوادگی، رجوع به گذشته‌ای است مملو از زیبایی‌های تاریخ گذشته. زیبایی‌هایی که برای آن وقت و هزینه زیادی صرف شده تا چند سال بعد جایش را به زیبایی تازه‌ای بدهد. عکس‌های خانوادگی یا تاریخی نشان می‌دهند چیزی به نام زشت بودن وجود خارجی ندارد. زشت بودن در قالب موارد محصول تلقین صنایعی است که دغدغه‌شان سود بیشتر است. شاید خرید کلاهگیس، اکستنشن مو یا داروهای ضد تاسی تسکینی موقتی برای پیدا کردن زیبایی باشد، اما قطعاً راهی پایدار برای تجربه زیبایی نیست. حس خوب زیبایی شاید در چهره‌های طبیعی حس شود. شاید با دور شدن از بمباران تبلیغاتی رسانه‌ها به وجود بیاید و شاید نیازمند تغییر نگرش ما به زندگی باشد.